دکتر هستم در نقش پیرزن. مثل مخدر هستم در نقش پدر بودم. مماد ویت هستم در نقش دختر. محمد دهنوی نقش پسر بچه. پیرزنی با دو نوه کوچکشان در مزرعه‌ای زندگی می‌کردند. پیرمرد هر سال در مزرعه‌اش چیزی می‌کاشت. یک روز پیرزن خواست آش چغندر بپزد. پیرمرد گفت همین حالا می‌روم و با سر چغندر رسیده آورم. پیرمرد به مزرعه رفت و چغندری را انتخاب کشید، اما چغندر بیرون نیامد. پیرمرد خسته شده بود. حاج خانم بیار اینجا، بیار اینجا. پیرزن آمد. پیرمرد برگ‌های چغندر را گرفت. پیرزن شال کمر پیرمرد را گرفت. با هم کشیدند و یک صدا خواندند: چغندر، چغندر، آی شیرینک، بیا بیا بیرون بیا، از دل خاک بیرون بیا. با یک تکان، با دو تکان، با سه تکان. اما فایده ای نداشت. چغندر از خاک در نیامد که نیامد. پیرزن نوه‌هایش را صدا کرد: نوه‌های عزیزم بیاید اینجا، بیاید اینجا. آمدند. پیرمرد برگ‌های چغندر را گرفت. پیرزن شال کمر پیرمرد را گرفت. پسرک دامن مادر بزرگش را گرفت و دخترک گوشه کت برادرش را. کشیدند و یک صدا خواندند: چغندر، چغندر، آی شیرینک، بیا بیا بیرون بیا، از دل خاک بیرون بیا. با یک تکان، با دو تکان، با سه تکان، با چهار تکان. چغندر بالاخره از خاک درآمد. از آن طرف پیرمرد و پیرزن، پسرک و دخترک به زمین افتادند. اما وقتی خوشحالی فریاد کشیدند: وای چه چغندری، شیرینکی، چقدر بزرگ، چقدر بزرگ. از آنکه فکرش را بکنید سر و کله همسایه‌های پیرمرد و پیرزن پیدا شد. همه از دیدن چغندری به آن بزرگی تعجب کرده بودند. آن روز پیرزن یک دیگ بزرگ آش چغندر پخت و آن را میان همسایه‌ها تقسیم